سلام، من سورنا هستم و میخوام تو این ویدیو درباره کوروش حرف بزنم. تو این ویدیو با نگاهی بی‌طرفانه و مبتنی بر اسناد تاریخی کوروش رو با سیاستمدارای قبل از خودش مقایسه میکنیم تا ببینیم چرا در تاریخ تا این حد از کوروش به نیکی یاد کردن. بعد از تفکر بسیار در اندیشه‌های دیگران به این نتیجه رسیده بودم که انسان ذاتاً ساخته شده است تا به همه موجودات فرمانروایی کند به جز هم نوعان خویش، تا اینکه با شخصیت کوروش پارسی آشنا شدم. آنگاه به ناچار نظر خود را تغییر دادم، زیرا دیدم او توانست بر هزاران انسان از شهرها و قبایل بیشمار فرمانروایی کند. پس از خود پرسیدم آیا حکومت بر انسانها واقعا ناممکن یا حتی دشوار است؟ یا اینکه تنها نیازمند آغاز درست و روشی سنجیده است؟ اینها گفته های گزنفون، تاریخ نگار مشهور یونانیه که در کتاب معروفش سایروپیدیا یا کوروش نامه نوشته. گزنفون شاگرد سقراط، فیلسوف نامدار یونانی بود. گزنفون چنان شیفته منش و روش حکومتداری کوروش میشه که 100 سال بعد از مرگ اولین شاه هخامنشی کتابی به اسم کوروش نامه می نویسه و در اون به تحلیل شیوه حکومتداری اون می پردازه. گزنفون در جای دیگه از کتابش میگه کوروش در حقیقت از همه پادشاهان چه قبل و چه بعد از خود فراتر رفت و بعد توضیح میده که چرا کوروش با پادشاهان قبل و بعد از خودش متفاوت بوده و میگه واضح است که در میان مجموعه ملل تحت حاکمیتش اندکی زبان او را میفهمیدند. با این همه کوروش توانست تنها با هیبت شخصیت خیش بر آن گستره پهناور چنان چیره گردد که مردمان پیش او سر فرود آوردند. همزمان توانست در همه ایشان چنان شوقی برای جلب رضایت خود برانگیزد که تنها رهبری و داوری او را میپذیرفتند و بس. بعد توضیح میده که چرا تصمیم گرفته همچین کتابی بنویسه. میگه ما چون شایستگی او برای ستایش را مسلم یافتیم، خود را بران داشتیم که بجوییم نژاد و سرشت او چه بوده است و چگونه پرورش یافته و تربیت شده که در هنر حکومت بر مردمان به چنین درجه‌ای از برتری رسیده و هرچه از دیگران درباره او آموختیم یا خود توانستیم استنباط کنیم در اینجا باز خواهیم گفت. البته گزنفون تنها کسی نبود که اینطور کوروش رو ستایش میکرد. بسیار دیگه از مورخین یونانی و رومی هم مثل هرودوت و استرابو برای کوروش احترام زیادی قائل بودند. حتی اسکندر هم دوست داشت که مثل کوروش باشه. در تورات و متون یهودی هم کوروش برگزیده خداوند بوده و تنها فرد غیر یهودیه که بهش لقب مسایا دادن. با اینکه کتاب کوروش نامه یا سایروپیدیا برای ایرانیان ناشناخته بود، ولی در دوران روشنگری به یکی از منابع مهم کلاسیک برای روشنفکران غربی تبدیل شده بود. این کتاب برای روشنفکرانی که درباره نوع حکومت و حاکم ایدئال نظریه پردازی می‌کردند اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. متفکرین مهمی مثل ولتر، فرانسیس بیکن و مونتسکیو هم این کتاب رو خونده بودند. این کتاب همینطور اهمیت فوق‌العاده‌ای برای بنیانگذاران آمریکا داشت. جورج واشنگتن و جان آدامز هم از طرفدارای این کتاب بودند. در دوران معاصر هم بعضی کوروش رو تا حد یک پیامبر بالا بردن و اون رو همون ذوالقرنین قرآن خوندن. خیلی هم کوروش رو اولین کسی دونستن که در مورد حقوق بشر صحبت کرده. اما دلیل این همه تحسین و احترام به کوروش در تاریخ چیه؟ آیا صرف اینکه کوروش یه شاهنشاهی بزرگ رو تأسیس کرد باعث شده این همه مورد احترام و تحسین قرار بگیره؟ چه چیزی کوروش رو از بقیه جهانگشایان تاریخ مثل اسکندر، تیمور و ناپلئون متمایز میکنه؟ با من سورنا همراه باشید تا به این پرسش ها پاسخ بدیم. یکی از بهترین راه‌ها برای فهمیدن این موضوع مقایسه رفتار و گفتار کوروش با شاهان قبل از خودشه.
بخش مهمی از متون و آثار تاریخی مربوط به شاهان پیش از کوروش توی موزه بریتانیا نگهداری میشه. من امروز به این موزه اومدم تا از نزدیک به بعضی از این آثار مهم نگاهی بندازیم و اونها رو با هم مقایسه بکنیم. در این بخش از موزه سنگنگاره‌هایی از کاخهای شاهان آشوری نگهداری میشه. آشوری‌ها اولین امپراتوری تاریخ را به وجود آوردند و تا قبل از روی کار آمدن هخامنشی‌ها قدرتمندترین دولت جهان بودند. این سنگنگاره‌ها در واقع تزئینات کاخهای شاهان آشوری بودند. با این حال به طرز حیرت انگیزی مضمون بیشتر اونها جنگ و کشتن و شکنجه و اسیر کردن مردم هست. صحنه هایی که بیشتر به درد سیاهچاله ها یا زندان ها میخورند تا دیوارهای یک کاخ سلطنتی. شاید برای شما هم این پرسش به وجود اومده باشه که چرا آشوری ها از همچین تصاویر ترسناکی برای تزیین کاخهاشون استفاده میکردن. برای پاسخ دادن به این پرسش باید کمی در مورد تاریخ خاورمیانه قبل از روی کار اومدن کوروش توضیحاتی بدیم. منطقه بین النهرین و غرب آسیا از چند هزار سال پیش از روی کار اومدن کوروش مهد تمدن و یکجانشینی در جهان بود. توی این منطقه تعداد زیادی از شهرها و روستاهای مختلف وجود داشت و چندین و چند پادشاهی کوچک و بزرگ تو اون به وجود اومده بود. با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در این منطقه، این پادشاهی‌ها دائما بر سر زمین و منابع با هم درگیر می‌شدند. پادشاهی مصر، هیتی، میتانی، بابل، اورارتو، ایلام و بسیاری از پادشاهی‌های کوچک و بزرگ دیگه دائم بر سر کنترل این سرزمین‌ها با هم درگیر بودند. اما هیچ کدوم از این حکومت‌ها به اندازه امپراتوری آشور قدرتمند و خشن نبودند. در واقع آشوری‌ها نخستین امپراتوری بزرگ تاریخ بشر رو بنا نهادند. اما امپراتوری اونها به شدت خشن، خونریز و بیرحم بود. آشوری‌ها چندین تا از پادشاهی‌های باستانی مثل هیتی‌ها و میتانی‌ها رو نابود کردند و تو زوال اورارتوها هم نقش زیادی داشتند. آشوری‌ها تو سال 722 قبل از میلاد، یعنی نزدیک به 160 سال قبل از کوروش، به پادشاهی اسرائیل حمله میکنن و بعد از نابودی شهرهایی مثل سامریه و لاکیش نزدیک به 30,000 نفر از اهالی اونجا رو اسیر و تبعید میکنن. این اتفاق بعدها منشأ ساختن افسانه گم شدن 10 سبط گم شده بنی اسرائیل میشه. بعد یکی دیگه از شاهان معروف آشوری به اسم سناخریب به یهودیه حمله میکنه و به گفته خودش 200,000 تا یهودی رو تبعید میکنه. 200,000 نفر برای جهان باستان یه عدد باور نکردنیه. بعد از اون سناخریب حمله میکنه به بابل و راه رودخونه رو کج میکنه و بابل رو توی آب غرق میکنه و بعد مجسمه مردوک رو از شهر بیرون میبره و میبره به آشور. بابل اون زمان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر دنیا بوده و خیلی هم از لحاظ مذهبی شهر مهمی بوده. برای همین بردن بت مردوک از شهر یه حدک حرمت وحشتناک حساب می شده. مدتی بعد تو سال 646 قبل از میلاد آشوربانیپال معروفترین شاه آشوری به شوش پایتخت ایلامیا حمله میکنه و شهر رو ویران میکنه و معبد معروف چغازنبیر رو هم نابود میکنه. آثار ویرانی این حمله تا امروز باقی مونده. رفتارهای خشن و سرکوبگرانه آشوری‌ها با ملت‌های زیردست و حکومت‌های دیگه به جایی رسید که سرانجام 2 تا پادشاهی ماد و بابل با هم متحد شدند و تو سال 612 قبل از میلاد با حمله به آشور شهرهای نینوا و آشور و چند شهر دیگر رو ویران کردند و برای همیشه به امپراتوری آشور پایان دادند. بعد از اون مادها و بابلی‌ها سرزمین‌های آشوریا رو بین خودشون تقسیم کردند. اما بابلی‌ها هم دست کمی از آشوری‌ها نداشتن. تو سال 586 قبل از میلاد، یعنی تقریباً 40 سال قبل از کوروش، نبوکدنصر به اورشلیم حمله کرد و با ویران کردن اورشلیم و معبد سلیمان ماجرای معروف اسارت یهودیان را رقم زد. همه این اتفاقات توی 150 سال قبل از ورود کوروش اتفاق میفته. یعنی توی این 150 سال قبل از اومدن کوروش چندین شهر بزرگ باستانی مثل شوش، بابل، نینوا و شهرهای مهم اسرائیل و یهودیه مثل لاکیش و اورشلیم نابود میشن.
این فقط بخشی از جنگ‌ها و اتفاقاتیه که توی این مدت میفته. به نظر میرسه که سیاست کلی شاهان همه این سرزمین‌ها نابودی همسایه و به اسارت گرفتن مردمان اونها و سوزوندن شهرها بوده. این سیاست خشونت‌آمیز باعث میشد که حتی اگرم سرزمینی فتح میشد، مردمش با کینه و نفرت منتظر فرصتی باشن تا شورش بکنن و انتقام خودشون رو از فاتحین بگیرن. وقتی هم شورش میکردن، اگر موفق میشدن، همون بلایی که سرشون اومده بود رو سر فاتحین می آوردن. سیاستی که به منافع مردم بازنده جنگ اصلا توجهی نداشت و فقط منافع حکومت فاتح رو در نظر می گرفت. یک نوع سیاست برنده بازنده. برای همین دائما اونهایی که بازنده می شدن سعی می کردن شورش بکنن و منافع از دست رفتهشون رو به دست بیارن و این به معنی به وجود اومدن یک چرخه پایان ناپذیر خشونت و جنگ بود که البته توی این چرخه آشوری ها سرآمد بقیه بودن. خشونت، بیرحمی و خونخواری حاکمان آشوری به اندازه‌ای بود که اونا به این رفتارهای خودشون افتخار هم میکردن و کاخاشون را با صحنه‌های شکنجه، کشتار، اسارت گرفتن و بریدن دستها و سرها تزیین میکردن. برای نمونه به این در چوبی عظیم نگاه کنید. این یک نمونه بازسازی شده از دروازه‌های کاخهای نینوا هست. نکته مهم برای ما نوارهای مفرقی باقی مونده از این کاخ هست. حتی برای تزیین در ورودی کاخ هم از صحنه‌های جنگ و کشتار رو به اسارت گرفتن استفاده کردند. آشوری‌ها از قصد این کار رو می‌کردند تا فرد بازدید کننده حتی قبل از ورود به کاخ دچار ترس و وحشت از بیرحمی حاکمان بشه. تزیینات درون کاخ هم دقیقاً با همین هدف طراحی شدند. این سنگنگاره ها طوری طراحی شده بودند که هر کس وارد کاخ میشد از شدت وحشت جز تسلیم و اظهار بندگی راه دیگه‌ای در برابر شاهان آشوری نداشته باشه. نوعی سیاست النصر بالرعب. شاهان آشوری همین سیاست رو توی متون رسمی که از خودشون به جا گذاشتن هم بیان کردن. برای درک راحت‌تر این مسئله خوبه به سراغ اعلامیه های شاهان آشوری بریم و از زبان خودشون این موضوع بشنویم. یکی از بزرگترین شاهان آشوری سناخریب یا سناخریب بود. سناخریب تو کتیبه مشهورش پیروزی های خودش رو بر یکی از شاهان محلی اینطوری توضیح میده: من در سراسر سرزمین پهناورش همچون گردبادی تاختم. به شهرهای سلطنتی آنها و 34 شهر کوچک دیگر در همان ناحیه حمله کردم. آنها را تسخیر کردم، ویران نمودم، متروکه ساختم و در آتش سوزاندم. مردم را بزرگ و کوچک، زن و مرد، با اسبان و قاطران، خران، شتران، گاوان و گوسفندان بیشمار غارت کردم. نکته جالب اینه که حتی به زن و بچه و حیوانها هم رحم نمی کردن. در صورتی که با کشتن اونها دیگه مالیات دهنده‌ای نمیموند که بهشون مالیات بده. در بین دیوارنگاره های آشوری حتی تصاویری از پاره کردن شکم زنان حامله هم وجود داره. در ادامه همین متن سناخریب میگه گلوهایشان را بریدم، جگرهای ارزشمندشان را مانند رشته های قطع کردم، نایها و روده هایشان را مانند آب هنگام طوفان بر زمین ریختم. این قسمتش خیلی وحشتناکه که میگه بیضه هایشان را کندم و همچون خیارهای منطقه سیوان آلتهایشان را بریدم. واقعا ترسناکه. نفرت و خشم و کینه از هر واژه‌ای نوشته فوران میکنه. ولی این تنها شاه آشوری نبوده که اینطور به خشونت افتخار میکرده. این سیاست اصلی همه حاکمان آشوری بوده. مثلا آشوربانیپال معروف به این که خیلی اهل مطالعه و دونستن بوده و یک کتابخونه بزرگی پر از الواح گلی از خودش باقی گذاشته. همین آشوربانیپال ببینید در مورد حمله به شهر شوش چی میگه: من زیگورات شوش را که از آجرهایی با لعاب لاجوردین پوشانده شده بود شکستم. معابد ایلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و ایزدبانوان را غارت نمودم. سربازانم آنجا را دیدند و همه را به آتش کشیدند.
من در فاصله 1 ماه و 25 روز سرزمین شوش را به یک ویرانه و صحرای شوره‌زار تبدیل کردم. من دختران شاهان، زنان شاهان و همه دودمان قدیمی و جدید شاهان ایلام، شهربانان و فرمانداران، همه کارورزان را به اسارت گرفتم و به آشور بردم. ندای انسانی و فریادهای شادی به دست من از آنجا رخت بربست. حتی بعد از چند هزار سال باز انسان با خوندن این متون دچار ترس و وحشت میشه. البته به عقیده خیلی از مورخین آشوری ها هم توی نقوش و هم توی متونشون تو بیان خشونت اغراق میکردن. در واقع پروپاگاندای حکومتی اونها ایجاد ترس و وحشت بوده تا مردم تحت حاکمیت جرأت مخالفت نداشته باشن. به بیان امروزی آشوری ها نوعی رژیم ترور یا وحشت ساخته بودن. سیاستی که باعث جنگ و خونریزی دائمی توی خاورمیانه شده بود تا اینکه با ورود یک فرد همه چیز تغییر کرد. کوروش سیاست جدید رو به جهان آن روزگار آورد که تا پیش از اون سابقه نداشت. شاید بهتر باشه به جای توضیح دادن این تغییر سیاست بریم و متون نوشته شده به دست شاهان آشوری رو با گفته های کوروش مقایسه کنیم. برای این کار من به یه قسمت دیگه موزه اومدم، جایی که از استوانه معروف کوروش نگهداری میشه. کوروش تو بخشی از این متن در مورد نحوه به تخت نشستنش میگه: آنگاه که با آشتی به درون بابل آمدم، جایگاه سروری خود را با جشن و شادمانی در کاخ شاهی به پا کردم. سپاهیان گسترده ام با آرامش درون بابل گام بر می داشتند. نگذاشتم کسی در همه سومر و اکد هراس آفرین باشد. حالا این متن رو مقایسه کنید با متنی که از شلمنسر سوم پادشاه آشوری به دست اومده. در سال به تخت نشستن من و در نخستین سال فرمانرواییم، پس از آنکه با شکوه بر تخت شاهی نشستم، عرابه ها و سپاهیانم را گرد آوردم. شهر دژگونه نینو را تصرف کردم. در برابر شهر برجی از سرها برپا کردم. 10 شهر پیرامون آن را به آتش کشیدم. در حالی که خشونت و ایجاد وحشت توی متن شلمنسر بارزترین وجه اونه، کوروش تاکید داره به ورود با آرامش و بدون ترس سربازانش به شهر. ببینیم کوروش درباره رفتارش با مردم بابل چی میگه. در پی امنیت شهر بابل و همه جایگاه‌های مقدسش بودم. برای مردم بابل که برخلاف خواست خدایان یوغی بر آنها نهاده شده بود که شایستهشان نبود، خستگی‌هایشان را تسکین دادم و از بندها رهایشان کردم. این رو مقایسه کنید با رفتار سناخریب با مردمی که سرزمینشون رو فتح کرده. سناخریب میگه: گلوهایشان را بریدم، جگرهایشان را مانند رشته‌هایی قطع کردم، نایها و روده هایشان را مانند آب هنگام طوفان بر زمین ریختم. توسن رقصانم را مهار کردم و با آن از میان جویبارهای خونشان گذشتم. تفاوت تو متن انقدر واضحه که نیازی به توضیح اضافی نداره. کوروش یه جای دیگه در مورد کارگرها و اسیرا میگه: هیچ شاهی پیش از من با کارگران به بیگاری گرفته شده سرزمینش در بابل نساخته بود. این رو مقایسه کنید با این جمله از آشوربانیپال: من دختران شاهان، زنان شاهان و همه دودمان قدیمی و جدید شاهان ایلام، شهربانان و فرمانداران، همه کارورزان را بی استثناء و چارپایان بزرگ و کوچک را که شمارشان از ملخ بیشتر بود به اسارت گرفتم و به آشور بردم. ندای انسانی و فریادهای شادی به دست من از آنجا رخت بربست. من فکر میکنم تفاوت لحن این متون به قدری واضحه که نیازی نیست من هیچ توضیحی بدم. ببینید کوروش در مورد احترام به ادیان و بت‌هایی که شاههای قبلی به غنیمت گرفته بودن و از شهرها بیرون آورده بودن چی میگه.
جایگاه‌های مقدس آن سوی دجله که از دیرباز محراب‌هایشان ویران شده بود، خدایانی را که درون آنها ساکن بودند به جایگاه‌هایشان بازگرداندم و آنها را در جایگاه‌های ابدی خودشان نهادم. همه مردمان آنان را گرد آوردم و به سکونتگاه‌هایشان بازگرداندم. این دوتا بند آخر را خیلی ها اشاره به آزادی اسیران یهودی و دستور ساخت معبد اورشلیم میدونن. حالا این را مقایسه کنید با این جمله آشوربانیپال: معابد ایلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و ایزدبانوان را غارت نمودم. سپاهیان من وارد بیشه های مقدسشان شدند و همه را به آتش کشیدند. من در فاصله 1 ماه و 25 روز سرزمین شوش را به یک ویرانه و صحرای شوره‌زار تبدیل کردم. اشاره و تأکید کوروش به صلح و آشتی شاید مهمترین تفاوت در متن این استوانه با متون به جا مونده از شاههای آشوری و بابلیه. البته خیلی ها معتقدند که بیانیه کوروش در واقع یه پروپاگاندای دولتیه و هر حاکمی سعی میکنه خودش رو بهترین و عادلترین نشون بده. خب توی این موضوع شکی نیست، ولی مسئله اینه که آشوری ها اصلا همچین قصدی نداشتن و برعکس خیلی با افتخار به خشونت و خونریزی خودشون میبالیدن. این دقیقاً نشون دهنده تفاوت نظریه سیاسی اونها با کوروش بوده. این سیاست کوروش مورد تایید بیشتر تاریخ نویسای جهان باستان هم بوده. به گواه تاریخ نویسان یونانی، رفتار کوروش با شاههای سرزمین‌های فتح شده هم با همه شاههای قبلی و حتی بعدی خودش متفاوت بوده. کوروش خیلی از فرمانروایانی رو که شکست میداد و سرزمینشون رو فتح میکرد نمیکشت. معروفترین اونها کرزوس پادشاه لیدی بود که به روایت مورخین یونانی پس از شکست کوروش اون رو زنده نگه داشت و حتی اون رو مشاور اصلی خودش کرد. همینطور آستیاگ که بنا به برخی منابع یونانی پدر بزرگ کوروش و شاه ماد بود به دست کوروش کشته نشد، بلکه سرزمینی برای زندگی بهش داده شد تا اینکه تا آخر عمر اونجا زندگی کنه. حتی نبونید پادشاه بابل هم بعد از فتح شهر به دست کوروش کشته نشد. سیاستی که توی تاریخ باستان واقعا عجیبه، چون معمولاً مردم پادشاه قبلی رو وارث مشروع سرزمینشون میدونن و تا وقتی که اون زنده هست پادشاه جدید که اتفاقاً خارجی و فاتح هست رو قبول نمیکنن. برای همین این رفتار کوروش واقعاً استثنایی هست و حتی بعد از اون هم به ندرت شبیهش دیده شده. اما شاید مهمترین جمله این متن این قسمت باشه که کوروش میگه و باشد که مردمان بابل شاهیر او را بستایند. من همه سرزمین ها را در صلح قرار دادم. همین جمله نشون میده که چقدر کوروش به رضایت مردم تحت فرمانش و البته صلح اهمیت میداده. اهمیت به رضایت مردم مسئله‌ای هست که تا قبل از ورود کوروش تو دنیای باستان چندان اهمیتی نداشته. در واقع کوروش با زیرکی فهمیده بود که تنها با ایجاد وحشت نمیشه یک امپراتوری بزرگ با اقوام و ادیان مختلف رو اداره کرد. اون متوجه شده بود که باید این سیاست رو تغییر داد. آزادی اسیرای یهودی و ایلامی، بازسازی معابد شهرهای ویران شده و احترام به شاههای شکست خورده فقط چند تا از مصادیق این تغییر سیاست کوروش بودن. البته من اینجا اصلا قصد ندارم یه چهره آرمانی یا پیامبرگونه از کوروش ارائه بدم. مشخصه که کوروش هم مثل هر جهانگشای دیگه‌ای با شمشیر و زور سپاهیانش موفق به فتح تمام این سرزمین ها شده بود. ولی همونطور هم واضحه تنها با شمشیر نمیتونست همچین سرزمین وسیعی رو فتح بکنه. چون آشوری ها به مدت چند قرن و با خشونت خیلی زیاد تنها تونسته بودن به سرزمین بسیار کوچکتری از امپراتوری کوروش حکومت بکنن. ولی کوروش سیاست جدیدی رو به جهان باستان معرفی میکنه که بیشتر مبتنی بر رضایت مردم بود تا ارعاب عمومی. برای همین هم تونست سرزمین بسیار بزرگتری رو نسبت به آشوری ها تحت فرمان در بیاره. اون برخلاف شاهان قبلی که سیاست ایجاد ترس برای کنترل قلمرو رو به کار برده بودن، با زیرکی
از سیاست ایجاد احترام به عقاید، آزادی بردگان و آبادانی استفاده کرد. البته این سیاست بدون جنگ و اعمال قدرت نبود. این سیاست رو جانشینان کوروش هم به کار بردن و به این ترتیب سرزمینی که به طور دائمی دچار جنگ و خونریزی و ویرانی شهرها بود به مدت بیش از 2 قرن تحت حاکمیت هخامنشیان از صلح و ثبات نسبی برخوردار شد. یکی از جالبترین نشانه های این تغییر سیاست رو میشه روی دیوارنگاره های تخت جمشید دید. برخلاف کاخ شاههای آشوری که برای ایجاد وحشت تزیین شده بودند، تخت جمشید ساخته شده بود که نشانه‌ای باشه از احترام و همزیستی. برای همین سراسر تخت جمشید پر از تصویر ملل مختلفه که بدون اسلحه و با فاخرترین لباسها برای شاه هدیه آوردن و البته شاه هم به اونها هدیه میده. در تخت جمشید برخلاف کاخهای آشوری حتی یک تصویر از جنگ، اسیر گرفتن و کشتن وجود نداره. برعکس همه تصاویر هدیه آوران رو نشون میده که دست در دست پیشکاران پارسی و مادی دارن و این آشکارترین نماد این احترام و محبت بین مردم تحت حاکمیت و حاکم هست. این نشون میده که شاههای هخامنشی میخواستن به جای ایجاد وحشت حس احترام و دوستی رو توی دل نمایندگان مردم تحت حاکمیتشون به وجود بیارن. شاید هیچ چیزی به اندازه مقایسه دیوارنگاره های تخت جمشید با دیوارنگاره های کاخهای آشوری گویای تفاوت بین نوع حکومتداری کوروش و جانشینانش با شاههای قبل از خودش نباشه.